عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان عزیز. با معرفی کالای ترویکا زینک از برند سیکلوز اسپانیا در خدمتتون هستم. خب همینطور که از اسم کالا برمیاد، این کالا شامل روی هست به میزان 15% که کلات شده با کربوکسیلیک اسید. داخل این کالا در کنار کربوکسیلیک اسید دو تا ماده مهم دیگه هم هست به نام لیگنوسولفونیک ها و بتا اینگلایسین. لیگنوسولفونیک رو تو مبحث پینورگان با شما صحبت کردم. نقش روی رو خیلی خلاصه خدمتتون بگم اینه که کیفیت میوه به عبارتی تعداد و کیفیت نهایی میوه وابسته به روی، یعنی ما اگر بخوایم یک کمیت و یک کیفیت مناسب داشته باشیم، یکی از عناصری که روی این موضوع تاثیر داره عنصر روی هست که عنصر روی در حقیقت شایع‌ترین کمبود ریز مغذی تو تمام محصولات زراعی و باغی دنیا هست و به عبارتی اکثر باغات و مزارعی که ما میریم کمبود روی رو داخلش داره. خب شما دارید یک کالایی با کیفیت که کلات شده با کربوکسیلیک اسید دارید میپاشید، در کنارش یه بتا اینگلایسین قرار گرفته. بتا اینگلایسین چه کاری میتونه انجام بده و در حقیقت چه کاری در گیاه انجام میده؟ بخوام خلاصه در موردش بگم اینه که موجودات زنده در برابر تنش هایی که بهشون وارد میشه، تنش چیه؟ گرما، سرما، آفات، حشرات، نمیتونن فرار بکنن. بنابراین باید داخل خودشون یک مکانیزم هایی طراحی شده باشه که این تنش ها و این گرما، سرما، خشکی رو بتونن تحمل بکنن. یکی از این مکانیزم ها ترشح بتا اینگلایسینه. وقتی گیاه بتا اینگلایسین ترشح میکنه، خب یه فرایند فیزیولوژیکی مکانیزمش فعال میشه و در برابر این تنش ها مقاوم میشه. حالا اگر برخی گیاهان بتا اینگلایسین ترشح نکنن یا این میزان کم باشه و ما بخوایم بهش کمک بکنیم، اینجا این کالا به داد شما میرسه و به شما کمک میکنه در کنار اینکه عنصر روی رو میپاشید، در حقیقت مکانیزم دفاعی گیاه رو در برابر تنش‌های خشکی، سرما، گرما بالا ببرید. بهترینا براتون آرزو دارم. موفق باشید.